سلام بچه‌ها، من حسین هستم. امروز اومدم با یه پلیر رندوم دوئل بزنم. یارو تو لابی بهم میگفتش بریم بازی نوکت میکنم و از این حرفا. رفتیم گیم اس کردیم، بریم ببینیم نتیجه چی میشه. اینجا بچه‌ها یه هیپ فایر بهش زدم، شارژ گوشیم هم کمه خورده. اینجا وسط بازی لگ میخورم. داشتم میرفتم اینجا، یه دفعه دیدم داره از اون کانتینر رد میشه. رفتم دنبالش، دیدم داره برمیگرده. یه هیپ فایر زدم نخوردش، برگشت دمه جمع کرد. گفتم بذار برم بکش در بیام. رفتم بک استیم شات زدم، دیدم یارو خطمو گرفته. یه هیپ فایر سوسکی بهش زدم و رفتم اون طرف. اومدم اینور، اومدم میخواستم بچه ها بیاد یه 360 بهش بزنم. رفتم این بالای دفعه یه صدای پای ریزی ازش گرفتم، یه دونه تیپ فایر یارو رو زدم. دوباره اومدم برم اون بالا ببینم میتونم یه 360 به ما نمیرسه. اومدیم این بالا دیدیم نه نیستش یارو. گفتم بذار برم دنبالش بگردم. اینجا اومدم رفتم ببینم کجاست این یارو. کمپ کرده، خطگیری داره میکنه، چرا نیستش؟ یعنی دور مپ میگشتم پیداش نمیکردم، نمیدونم کجا بود. فکر کنم خطگیری کرده بود، بکم بوده یا چی نمیدونم. اومدم اینجا دیدم خط گرفته بودش. رفتم دنبالش، گفتم خطگیری میکنی یا چه؟ اینجا دوتا میس بد دادم، نباید اینجوری میشد، ولی خب اشکال نداره. اومدم گفتم برم از جلوش در بیام، فایت رو در رو باش بدیم، که دیدم نیومد. کجا رفتش دوباره؟ گفتم بذار برم این بالا ببینم از این بالا میتونم پیداش کنم. فکر کردم بکم این اصلا، اونم 360 بهش بزنم، دیدم نه بکم نیستش. رفتم بالا، اومدم برم از وسط ببینم اون پشت مشتا قایم نشده. رفتم ببینم دنبالش پیداش میکنم یا نه. دوباره فکر کنم رفته خطگیری کرده، جای کمپ کرده یا چی. یارو دید داشت میباخت. اکثرا بچه‌ها فشاری‌ها اینجوری میشن. اینجا بچه‌ها فاز زورو گرفته بودم، این بالا به پر میکردم. گفتم بذار برم این طرفی. یه نید برداشتم که بندازم اون ور بره تو شورتش، دیدم نید انداختم رفت تو شورتمون. اینجا دیدمش بچه‌ها، یه دمیج بهش دادم. اومدم دو تا میس بد دادم، خیلی بد بود. یه دراپ شات زدم بهش، ولی خب جبران کرد دو تا میسی که دادم. یه ریلود ریز و سوسکی زدم و رفتم. بچه‌ها من رو ال دبلیو گانمو سویچ کنم دیگه، وای به حل کسی که روبروم داره دوئل میزنه. خب ال دبلیو من چا خدای فایره. اگه خواستین تو کامنت ها بگین اتچمنتشو براش بفرستم. اینجا یه فایر زیبا بهش زدم، یارو فکر کنم فشاری شده بود. اومدم اینورم دیدم یه فاس اسکوپ قشنگ زدم بهش. دوباره اومدم نیزه رو برداشتم، یه خورده بازی کردم ببینم این یارو کجاست. پیداش نمیکردم، یارو معلوم نبود. هی میرفت کمپری میکرد چی. دفعه دیدم بک از اون ور داره تیر میزنه، صدا تیر میاد. گفتم بذار برم بکش در بیام از این ور. یه هیپ فایر زدم میس خورد، نخورد بهش. اومدم اینجا دیدم داره میاد یه هیپ فایر دیگه. به به عجب چیزی. یه ریلود ریز زدم، چرا ریلود نشد؟ اومدیم اینجا ببینیم نیستش، ریلود کامل دوباره زدم. اومدم این بالا ببینم بچا میتونم پیداش کنم یا نه یارو رو. از این وسط رفتم ببینم دنبالش، دوباره ببینم پیداش میکنم یا نه. یارو رو دیدم، یه تیر زدم بهش نخورد. اومدم اینجا دوباره نبود، نمیدونم چی شد. یه خوردم بچه من شارژ گوشیم کم بود، لگ میخوردم وسط بازی. دیدم یارو رو اینجا، هم یه آوانس بهش دادم نتونست بزنه منو. اومدم اینجا نیستش، گفتم بذار برم از جلوش داریم. اومدم این بالا ببینم میتونم پیداش کنم، یه دونه 360 بهش بزنم. بازم نبود بچه، نمیدونم هی کجا میرفت. اینجا گفتم بذار پس بریم دنبالش بگردیم دیگه. پریدم پایین رفتم دنبالش، به دور من بگردم اینا پیداش میکنم یا نه. دوباره اومدم بالا گفتم شاید اومدش. یه خورده اینجا چرخیدم یه دیدمش از رو هوا دمیج جمع کرد، یه فوردم نخورد. بچه‌ها ببینید این شاتو اومد اینجا تق ال دبلیو رو. بچه‌ها اگه تچمنتش خواستین حتما تو کامنت ها بهم بگین. اگرم از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین، برای بقیه‌تون هم بفرستین. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. بچه‌ها دمتون گرم. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.